رمضان ماه رحمت و فضائل است. الله سبحانه و تعالی ذات رحمان و رحیم است. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان یک فرصت بسیار خوبی را برای روزه‌دارا داده. الله رحمان است و رحیم است و میخواه به اساس رحمت خود برای ما یک فرصت بده که این فرصت چی است؟ فرصت توبه و فرصت بازگشت است و یا فرصتی است که ما دوباره به اعمال خود تجدید نظر بکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بنده های ما که شما زیاده روی کردین در نفس هایتان، لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت الله ناامید نباشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، سبحان الله، ان الله، یقینا که الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمامی گناه ها را میبخشه. پس یک فرصت بسیار خوب است دوستای عزیز ماه مبارک رمضان که از این فرصت استفاده بکنیم و تا گناه های ما بخشوده شود. انه هو الغفور الرحیم، الله غفور است و رحیم است، یعنی گناه ها را مغفرت میکنه و بسیار مهربان است. به این خاطر ماه مبارک رمضان یک فرصت دیگی برای ما ساخته که اگرچه آیت مبارک همیشه هست و 24 ساعت الله غفور است و رحیم است و همیشه رحمان و رحیم است و همیشه مغفرت میکنه، لکن فرصت بسیار بیشتری در ماه مبارک رمضان برش داده میشه. روزی ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان و کسی که روزه میگیره در ایما فضیلت های بسیار زیاد داره که ما میشه این فضیلت ها را خدمت شما دوستان بیان بکنیم که مسلمان واقعی و مسلمان راستین و مسلمان خوب او است که از این فرصت ها استفاده بکنه و این فضائل خود هم شامل از این فضائل بگردانه. اول ایره باید بفهمیم که روزه ماه مبارک رمضان ای به تمام امت ها فرض بوده و الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کتب اینجا علما میگن که یعنی فرض شده بالای شما روزه ماه مبارک رمضان مثل که بالای امتهای قبلی هم روزه فرض بود. پس روزه گرفتن در امتهای دیگه هم بوده و این روزه که ارزش خود داره و نعمت بسیار بزرگ الهی هست برای مسلمان ها و برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرض شده است. دومی فضیلت ماه مبارک رمضان یا فرصتی که هست و این است که در امی آیات قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس هدف روزه چی هست؟ هدف روزه گرفتن چی هست؟ ای که ما روزه میگیریم به خاطر ازی که تقوا حاصل بکنیم. یعنی اگر کس روزه میگیره و در ماه مبارک رمضان، پس این انسان مسلمان ما را یک کورس ترینینگ تقوا فکر میکنه که ما در ماه مبارک رمضان یک ماه مکمل چی میکنیم؟ تمرین میکنیم. برای چی؟ برای اینکه که ما با تقوا شویم. پس الله سبحانه و تعالی بر ما میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالای شما چی شده؟ روزه فرض شده مثل که سر دیگرها فرض شده بود. هدفش چی است؟ هدفش تقوا هست. لعلکم تتقون، شاید که شما چی شوین؟ با تقوا شوین. پس در این ما تمرین میکنیم میبینیم که چیزهایی که حلال است حرام شد سر ما. در دیگه ماها خوردن غذا حلال است. در ماه مبارک رمضان از صبح تا به شام غذای حلال شما خوردن نمیتونین. آبی که حلال است او را نوشیدن نمیتونین. با همسر خود نزدیک شدن حلال است. اما در ماه مبارک رمضان، پس ما در ماه مبارک رمضان تمرین تقوا میکنیم. وقتی که تمرین تقوا کردیم، شما ببینید که وقتی یک انسان خود نگاه میکنه، پس این یک تمرین است برای که بعد از رمضان حداقل وقتی که نوشیدن و خوردن و نزدیک شدن و این گپا کلش برش اجازه داده میشه، حداقل از چیزایی که حرام است خودم چی کنه؟ نگهداری.